بدتر از اونه که بخوام پشت صحبت بکنم. هر دفعه که اومدی روی استیج بوده، توی رود صحبت کردم و گفتم که ایشون آره زرده، و بعدم که اصلا پشت استیج حتی کسی صحبت کنه و انقدرم فکر کنم من بلدم، اگر تو داری حرف میزنی 4 نفر سوال میکنن نذارم شما هایجک کنی، ببندم مایک تو بگم سعید برو پایین، که این کار درباره خیلی‌ها این کارو کردم. یعنی مثلا خانم سحر لاب 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 حرف زده، به 3 دقیقه که رسیده برگشتم گفتم بس دیگه برو پایین، که خیلی هم فکر میکردن این رفتار من زن ستیزازن زان است، در صورتی که نه، من مغز آدم رو کار دارم، به حرف تکراریشون کار دارم، به شیفت نبودن رو استیج، همه ی استیج ها نظر دادنشون کار دارم، به نچسبوندنشون به جریانه سیاسی کار دارم وقتی ناشناسن. یکی از دلایلش هم همین دلیلیه که چقدر به مصلا گفتم من اسم این خانومو نیار، شکراللهی، که توی هاوس سپاه قدس هم هست. یکی از دلایلش چیه؟ دلایلش اینه که نمیشه تو سپاه قدس باشی، تو اینا ربطی به هم نداره ها، لازم هم نبود من بیام بالا بگم ها، ولی حس کردم دوست داری بیای بشنوی الان اینو، یعنی نه والا حالا هم بگو، ولی حس واقعا کردم فضای حس من یه چیز کردم دیگه علاقه داری است. بشنوی. نه و راحت آدمی باش. که قاعدتا برمیگرده به یه خانمی میگه یادت پارسال شوهرتو طلاق دادی، آره خانم شکرالله، این کار اکانت ناامنه. یعنی یه نفری با شما داشته چت میکرده پارسال، امسال که به یه مشکل روان پریشی خوردی، شما داری رازهای زندگی اونو تو چت روم ها مینویسی. این یکی از مصادیق اکانت های ناامن همینه. و درباره شما هم که نه، یعنی تو که هیچی، واقعا یه کاربر مسلط با اطلاعات هم مثلا شبیه آقای تقی رحمانی هم هیچ وقت نمیتونست موضوعی که ما اون بالا گذاشتیم و هایجک کنه. پس نکن این کارو با خودت، همین صندلی داغتو ادامه بده. منم کاری باهات واقعا ندارم، علاقه ای هم بهش ندارم کاری داشته باشم، و همین برنامه‌ای که داری اجرا میکنی پرش از تو حلقه آتیش و نمیدونم به چرخین دور صندلی هر کی زودتر نشست و این کاراتو ادامه بده، و خیلی خودتو به عنوان سوژه و چیز قرار نده، کسی هم کاری باهات نداره، بکن این کارو. یعنی مثلا آقای داوری که دیروز رو استیج شما بود، حداقل ما 6 دفعه 7 دفعه ما تو چت واتساپ همیم، یعنی فکر کردی خیلی کار سخت و پیچیده یه من براش بزنم که حالا آقای نجاتی اینا مهم نیستن، اینا همینجا معروف شد، ولی خیلی واسه من کار سختی نیست برگردم به یه نفر بگم صلاح نیست شما بری اونجا روی استیج. اصلا 99% کاربرای سیاسی اینجا رو تو توییتر اونا منو دارن، منم اونا رو دارم. خب پس من مشکلی با برنامه‌ای که داری اجرا میکنی ندارم، چیزی هم به اسم تهیه کننده کلاب هاوس هم نداریم، از این توهمم بیا بیرون. و میدونم چرا اینو انتخاب کردی ها، چون تهیه کننده یه چیزیه که کسی نمیتونه بهت برگرده بگه که اینو کجا یاد گرفتی. خب به عنوان مجریگری این کاری که داری تهیه میکنی انجام میدی برای مردم ملت هم خب جایی نیست برن میان اونجا میشینن گوش میکنن، ادامه بده و نکن این کارو خلاصه با خودت. خب حالا اگه اجازه بدی من روند خودم و صحبتم رو ادامه بدم. خیلی هم ممنون برای هر چی که گفتی. من واقعا سعید قصد قبل از نداشتم. اینکه روند رو ادامه بدی، این آیه سیجانی هم فرمودن، یه چیزایی رو شما هم فرمودین، نمیخوام شبیه یه دوئل باشه بینتون، یعنی نیست، من چون مثلا من به عنوان برنامه کاری یه ندارم. آره نه آره نه بذار من نه اینو اصلا. بگم، من به عنوان یه ناظر بیرونی اتفاقا هر دوی شما رو با وجود هر اختلافی که دارید بسیار بسیار مفید میدونم، بسیار مفید. نمیخوام ارزش گذاری بکنم بگم اون بهتره این کمتر بهتره، هدفم اینا نیست، ولی اتفاقا هر دوی شما دارید یه کاری رو میکنید که بسیار مفیده، یعنی هم دارید تولید محتوا میکنید هم جدی هستید. حالا تو سطوح مختلف مخاطب آقای اردوان یه قشر خاصی هن، مخاطب شما شاید عامتر باشه و اون قشر خاص هم باشه، الزاما نیست که شما اینطور نباشید.
اجازه من بده. بیشتر بحثم راجع به اون اختلاف راجع به یه قشر دیگه است که من اینجا به اصلا به نظر اون من قشر به رسیدم، اصلا به اون قشر من میخوام رسیدم. بری سراغ اونا، چون به آره نظر من بابا. اونا با جفتتون اینجا در تعارضن، ولی فعلا بیشترین تمرکزشون رو گذاشتن مثلا روی زدن سعید طوفانی و بعدش هم یه دوتا لگدم با آقای اردوان میزنن. بعد میبینیم اصلا من که ببین، سرزبون، بذارینو بگم سعید، سرزبون دارترینشون رو میفرستن روی استیجی، میاد به ما میگه دیالکتیک تاریخی، یا میاد توی اتاق آقای اردوان میاد این حرف رو میزنه، یا میاد توی اتاق شما ترک شیرازی رو میگه اینا مغولان. یعنی اینقدر از مرحله پرته. من میگم آقا اون این ساید سومی که هست اینا کیان؟ اینا چرا اینقدر فقیرن؟ اینا هیچ کسی رو ندارن، اینا یه سیجانی ندارن، یه ببین طوفانی ندارن. لالانی، ببین من یه چیزی به شما بگم. آقای طوفانی که نه جامعه شناسی خونده، نه علوم سیاسی خونده، نه تولید محتوا میکنه. آقای طوفانی توی یه اتاقی بیاد ته تهش مثلا 50 نفر تو اون اتاقن، کسی نظریه سیاسی ایشونو که نمیخواد بدونه. فقط میتونه با کاربر حاشیه‌دار صحبت بکنه. تو میخوای بحث رو ببری سمت محور مقاومتی ها، بود منم میفهمم ها، ولی الان چه بخوای و چه نخوای بحثت رفته روی یه چیز دیگه. یعنی هر کاری هم که فقط میتونی اتاقو ببندی، یا میتونی نه بگی اصلا تو داری میبری اون ور یعنی اصلا. اصلا این ماجرا اصلا مال دوئل نه من کردن هم برنامه واقعا خودم رو نیست. این دارم، آقای اجازه بده. طوفانی که 90 روز 100 روز حداقل روی استیج من بوده، با همین تایمی که الان داره 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت حرف میزده. یعنی من میرفتم 12 شب میخوابیدم تا 6 صبح اونجا داشته کارشو میکرده. توی از 10 مهر پارسال تا تایمی که دیگه خیابونا خلوت شد. خودش هم اینو میدونه، خیلی دیگه هم خب قاعدتا اینو میدونن، شاید شما ندونی، شما اون موقع توی اتاق سوشال دیگه ای بودی خودت. اینو اتفاقا بیا شما از این منظر صحبت بکن، به خاطر اینکه خب ریشه یه کاربری مهمه دیگه که داره. و الان هم چه بخوای چه نخوای که بحث اومده رو این. یعنی من که علاقه نداشتم بیام بالا، ولی به هر حال چه بخوای چه نخوای تمرکز بحث تو رفته روی این مسئله. دقیقا همینطوره. نه بحثتون رو نرفته. ادامه و بدید، چه ولی دوست بخوای دارم اجازه چه بده من آخرش نخوای راجع به این صحبت موضوع هم اصولگرایی یا آقا محور صحبتتون هم باید تموم شه اصولگرایی یا ها. ارزشی باسوادم تو کلاپاس نیست. یعنی لالنی شما اگه میخوای باسوادشون رو پیدا کنی باهاشون صحبت بکنی، برو توی فضای دیگه بشین باهاشون صحبت بکن. اینجا شما حلقه ششم هفتم رو میتونی باهاشون کلکل کنی، تحقیرشون کنی، ولی اون باسواده اون کسیه که میتونه با تو بشینه صحبت بکنه، شاید مثلا نیم ساعت 20 دقیقه، اونم که تازه اگه سوادش مساوی تو باشه، بیشتر از تو نباشه. آقا و اجازه برای همین این بده. طبیعیه این سوتیا رو اتفاقا بدن روی استیجای مختلف، چون کسی دیگه رو ندارن به عنوان نماینده خودشون. حالا بذار نه ما اجازه بقیه بده. قصه آقای طوفانی من فقط آره خواستم بهش آره، جهت برید بدم بله قصه که رو مرسی. این ادامه مسیر بدید. نمودار خودش رو بالا نبره، همین چیزایی در رابطه با خودش صحبت بکنه. و چون این اصلا آقای طوفانی گفته بود سعید آگنجی به من مشاوره رسانه میده. سعید 1 ساعت به این خندید. مثلا گفته بود آقای حیرانی من مشاوره فرهنگی میده. اصلا حیرانی اصلا چت نداره با آقای طوفانی. ممکنه یه اجازه سری بده. کاربر بهش بگن مثلا ساجده عرب سرخی رو بخون سرخی، این آقای سرخی سیاست مداره، ولی کسی نمیاد برگرده بهش بگه. آره اون اصلاحو که برای منم برای خیلیا میکنن، ولی اون که دیگه ببخشید اسمش مشاوره نیست که، اون اسمش که طرف دلش میسوزه میگه این که الان روی استیجی داره صحبت میکنه خب حداقل درستشو بگه. و متاسفانه هم کاراکتر آقای شخصیتی کاربر طوفانی کاراکتریه که مثلا اگر فرید مدرسی بیاد یه چیزی تمسخرآمیز بگه، این تلاششو میکنه. از ایناست که موقع که برف بیاد لیز میخورن میرن تو جوب، پا میشن خودشونو میتکونن انگار نخوردن زمین. متوجه این تمسخرا نمیشه تلاششو. و جالبم از برای مردم، منم دارم میگم خب چه اشکالی داره، همین مسیر رو خب طی کن ادامه بده، ولی یکم کمتر صحبت بکن، کمتر اسم بیار، کمتر. من واقعا خیلی کاری باهات ندارم. اینکه مثلا خانم ایکس یا خانم ایگرگ یه جایی به تو یه چیزی میگن، خب این کار برند تو اینجوری ساختی، نکن آقا. حالا من این اجازه موضوع هم میدیم روشن ما بشه. حرف بزنیم. یعنی خودت برند
حرفتو من فکر کنم 10 دقیقه یه رو اینجا من نشستم داشتم فقط من خوزعبل دارم یه گوش جایی میکردم. که مال این رومه و آقای لالانی هدفشه میرسم مثلا بعد اون صحبت. چیزی که بعد طوفانی اون چیزی که برگشتی گفتی که چون من به عنوان مذکر کارداشیان تو رو قبول دارم، اون چیزی که برگشتی گفتی بولی میکنه اونو بذار روی پروفایل که بذار من من شما رو حرفمو به جز بزنم. چیزی که از دهن خودت در اومده باشه بولی کرد. اونو بذار رو اجازه بده. پروفایل. اصلا هدف این بچه ها داشتن راجع به یک طیفی حرف میزدن و کاراشون، من دارم به اون نه میرسم. گفتی من دیدم اردوان، یه اجازه بده همچین صحبت هم تمام جملت رو شه. گفتی من دیدم اردوان ساکت میشینه چیزی نمیگه، اینا میگن طوفانی بچه اردوانه یا نه آدم اردوانه. که من بارها برگشتم گفتم این آدم خانواده خودش رو داشته، توی دانشگاهی درس خونده، پناهنده شده رفته یه کشوری وسط مثلا توی تاریخی، تایم آزاد داره، پول مفتم که میرسه، روزی 12 13 ساعت تو اتاق میزنه. اینو که دارم جلو خودت میگم، تا حالا نگفتم. و چه اشکالی داره اوکی. این کارو بکنه؟ اوکی خیلی خوب، حالا الواقع اجازه بده جاها صحبتمون حرف رو بکنیم. میزنن تو اول باید بری ببینی من یارو رو فالو دارم که طرف داره این حرف رو میزنه، یعنی من باهاش اینتراکشنی اصلا دارم، اون برداشتش نسبت به برند خودت بوده، نسبت به چیزی که من گفتم نبوده. بسیار خوب آقای لالانی، من حالا اون روال رو میرم جلو. خلاصه من دیگه این چرا این جریان مهمه؟ برای اینکه شما ببینین هر کس با ذهنیت خودش داره چطور با حرفای سیاسی، حرفای اجتماعی شما محاسبه میکنه و رفتار خودش رو تنظیم میکنه. دیگه رومای من رسید به یه رومای مستقلی که حالا اومده مثلا یه دفعه یه پدیده‌های اجتماعی رو بهش شلیک میکنه که یک انقلابی، یه ارزشی میخواد بگه نه کشور ما اینقدر سیاه نیست، یا مثلا تو حوزه سیاسی به یه موضوعاتی شلیک میکنه که مثلا چه میدونم میاد میگه نفت در برابر غذا. یک فرد انقلابی و ارزشی یا طرفدار رئیسی عصبی میشه. اونوری هم همینطور، مثلا چه میدونم جنبش زن زندگی آزادی آیا برمیگردد، داره برانداز و عصبانی میکنه که مگه رفته خونه که برمیگردد، تو چرا راجب این حرف میزنی؟ یا چند روز پیش یه رومی داشتم راجع به 18 به تیر. پدیده اجتماعی چطوری میشه شلیک کرد؟ آقا بذار من حرف بزنم اردوان، خواهش که بابا ازت دارم. آخه دیگه من دارم داری یه تو آخه روندی اصلا رو یه آروم. واژه هایی از خودت کشف میکنی، ملت هم اون پایین الان ساده اینا چه میشینن گوش مشکلی با میکنن. تو داره؟ یه نفر داره با یه نفر داره حرف میزنه، چه خب مشکلی با الان تو به یه داره؟ پدیده اجتماعی شلیک کن. اجازه بده، من دارم حرف میزنم اردوان. به تو چه کاری داره این صحبت؟ این زرد کارداشیانه نمیدونم فلان، تو رها کن یا برو پایین، یا اگرم هستی به ظرفشو بزن. یا خب نه مثلا اگه یه میخوای همین حرفا رو بزنی که من دیگه کاری باهات ندارم، بشینن گوشت کنن دیگه، اشکالی نداره. آقا مرسی، ممنون. خواهش می‌کنم. روم 18 تیر رو زدم آقای ممنونم از لالا. اردوان. روم 18 تیر رو زدم راجع به مثلا فرض کن چرا مردم نپیوستن. آقا یه دفعه مثلا میدیدم نماینده های سابق مجلس که رفتن از ایران تو اون روزا بودن، آدم های سن و سالار شاکی. به هر حال یواش یواش که موضوعات این تیپی رو بهشون میپرداختم، متوجه آدمای جدی موافق و مخالفی میشدم که یا کاره یا هزینه دادن به این تو این کشور و به قول معروف به اصطلاح کلاپاسیش بولی و غیر بولیش معنی پیدا میکرد برای من. حالا این وسط خب من دیگه واقعا دیدم ام، رفتن به مثلا سوشال هایی که نه تنها سوشال های اردوان، سوشال های بچه های دیگه واقعا برای اینا گرفتاری درست میکنه. روما به هم میریزه، نمیدونم مخالف و موافق میریزن. از موقعی که هارتاک رو شروع کردم که بدتر شد دیگه، مثلا آدم های معمولی هم
میریزن برای حرف زدن و فلان. اشکال اردوان این بود که اردوان یک منظومه فکری رو از خودش داره، مثلا یک فرد تعیین کننده ای که تعیین میکنه سحر، طوفانی، نمیدونم جرجندی، نمیدونم حیرانی، اینا کیان. فکر میکنه که یک فرد تعیین کننده است که اگر گفت این کارداشیانه، اون خوبه، این بده، این با اونه، دیگران هم دارن به همین صورت میگن اردوان به به دفترچه راهنمایی مثلا کلاب هاست، در حالی که در پشت ماجرا مثلا کاربر میبینی که تو چه رومایی میری، چی مینویسی، تک تکش رو اسکرین شات میگیرن برای هم میفرستن و یک موقعی که مثلا اردوان داره به شوخی مثلا توی یه چتی که اصلا طوفانی روحش خبر نداره یه جایی دنبالش اومده داره مثلا کت زرد، نمیدونم کارداشیان، بزرگ آدم های مطرح اینجا که دوست مشترکن مثلا میسن حسودی میکنه، اینو خبر نداره که با اون رفتار داره یک چیز چیپ دیگه ای رو دور خودش میتراشه، ولی تو منظومه ذهنیش اینه که اتفاقا دفترچه راهنماست، تشخیص میده. و خب من مخالف این رفتارهای اردوان بودم، بارها بهش توی خصوصی گفتم مثلا این شیطنت رو نکن، اینو نگو. اونم هی میگه نه من فلان، من برنامه دارم، من نمیدونم یه چیزایی که حالا مطرح کردنش درست. یا مثلا فرض کن حالا یه چیزایی رو اینجا توضیح میده راجع میکنم تو نوشتی دکتری، دکترا ندیدم، الان هم شنیدم نمیدونم حرف خیلی خیلی زشت، یعنی این جدید بود دیگه، نمیدونم پناهنده شده و اصلا من یه آدم چه میدونم تو زندگی مثلا طبقه اجتماعی من اصلا نیازی به پناهندگی نداشته، یه آدمی که درسشو خونده اپلای میداده دور دنیا با ویزای کار میچرخیده، آخرش هم مهاجرت نرمال. اصلا اینا جدیده، اینا رو مطالعه نشیده بود. نمیدونم نوشته دکترا، پاک کردم نوشتنم، یه نوشتن عادی الان پاک کردم برای اینکه پلن دارم چند وقتی که بر میگرده، این دفعه که برگرده دارم سر به سر ملت میذارم، بازیایی که خودم دارم دیگه. یه مدت بوده میگفتن مدرک تو نشون بده، نشون ندادم، حالا پاکش کردم، حالا دوباره برمیگرده و چیزی که میخوام بگم اینه که برگردیم به همون صحبت روم. ببین آدمای انقلابی، آدمای ارزشی که امروز یه دونش رو یه رومی زده بودن گوش میدادم که راجع به من صحبت میکردم، مثلا رفته آموزش زبان منو از تو یوتیوب، یه تیکه‌ای که من دارم مثلا یه شوخی میکنم و دارم یه آموزش میدم برای شاگردام، مثلا رفته اونو برداشته اومده میگه که اینو چیزی یا لالانی شما دنبالش، اومده میگه که توی فیلمش اینجوری میگه، حالا رفته توی مثلا داره میگه نفت در برابر غذا. از زمانی که من تایتلایی زدم که توش کارهای حاکمیت رو به پرسش گذاشتم یا کارهای دولت رئیسی رو، به همون نسبت یه فرد طرفدار حاکمیت انقلابی و میره و شروع میکنه با هر روشی از جمله همون روشهایی که تو این فضا اسمش کار زشته، تو این فضا کارش بی اخلاقیه ولی لازم دارتش، مثلا بره از تو زندگی دیگه من مثلا یوتیوب، حالا من اینستاگرامم دیگه بستم، بره از اونجا عکس و فیلم دراره بیاد بگه تو اون رومی که زدی راجع به نفت در برابر غذا به این دلیل اینجوری بوده اینجوری بوده اینجوری بوده اینجوری بوده. این قصه تو اونورم هست، یعنی توی بچه های براندازم هست آقای لالانی، توی نمیدونم معترضم هست. کافیه شما یه تایتلی داشته باشی که اون فکر کنه از جمهوری اسلامی سفیدشویی میکنی، نمیدونم چیکار میکنی، میره میگرده
دستش برسه دیتا میاره تحقیرت کنه، یعنی خونه پرش رو بهت میگم. حالا شما یه کاربری باش در حد اینکه یه حرف بزنی، مثلا مثل همون حالتی که گفتم تو زیست اول من بود، بری بالا یه نظری بده بیا پایین، 2 تا فوش میخوری. روم بزنی بری سمت جمع کردن آدما، کارایی بکنی تیپی که بهت گفتم، کار از در آوردن دیتای زندگی خصوصی تا آوردن اینجا باهاش بولی کردن و نمیدونم تحقیر کردن. امروز یه نفر توی رومی بودم، یه آقایی بود به اسم آقای روح الله، چشای سبزی دارن، موجه های بلندی دارن، عکس میذارن از خودشون. یه نفر به نامور حقیقی میای، نامور حقیقی این هارد تاک چیز خوبیه ها، برید اونجا منظومه ذهنیتون رو میتونیم بیان کنیم. یه دفعه روح الله میکروفون باز میکنه میگه که نه این پیشنهاد که قبلا هم مثلا یه بار دیگه میگفت طوفانی صداست محتوا نداره، از همین صحبت های اردوان. بعد میگفت که آقای نامور شما 80,000 تا فالوور دارین، اصلا چه کاریه بخوایم برین اونجا؟ نه این که پیشنهاد اشتباهی بود. ببین آقای مثلا روح الله مسئلهش اینه که یه مسئله خیلی ساده ایه، چرا این رو میزنه، چرا این بهش توجه میشه. آقای چه میدونم سیجانی مسئلهش اینه که کیم کارداشیان زرد واسه چی الان دورش آدم جمع میشه، راه میفته این حرفا رو میزنه، من پناهنده و نمیدونم ملت صبح از خواب پا میشم اسکرین شات های حرفای اردوان رو برای من میفرستن، اصلا خبر نداره که پشت سرش چی داره شکل میگیره. اون ور میری انقلابیه مسئلهش اینه که تو داری به مثلا من یه موقعی میرم ایران من، مثلا جدیدن میرم ایران من، مثلا 1-2 بار صحبت کردم یا روم میزنم، همونطور که شما میای علیرضا مصطفی میاد، بچه های انقلابی فکر کنم مثلا من دیگه شدم آدم مثلا ایران من، دارم تو اون فاز فعالیت کنم، به همون نسبت دعوا کنن، آنفالو کنن، بولی کنن. خلاصه حرفم بهت اینه که برعکس من فکر نمی کنم اونقدری که شما فکر میکنین جریان حالا موسوم به ارزشی اینجا که واقعا ارزشی نیست، که حالا این جمله رو هم بعد بگم، خیلی منسجم داره این کارا رو میکنه، اینطوری نیست. مثلا یه بار من یه دوگانه ای رو گذاشتم که یکی از این روما، که از اینجا شروع شد که صبحانه در اگه میشه بیارید بالا علی جان، چون دکتر گفتن که دروغ میگن ظاهرا دکتر سعید. نه من اصلا نیار آی بالا که ستودگان رو اصلا نمیتونم حتی باشون صحبت بکنم اصلا به هیچ نمیشه عنوان. حرف زد، داد ایشون میزنه، ادب گفتگو رو رعایت نمیکنن، قابل مذاکره و صحبت حرف نمیدونم ایشون. میپره اصلا نه بچه بدی هم نیست از بابت، ولی اصلا بهش بگیم مثلا صحبت نکن نوبتت نیست، اصلا به رسمیت نمیشه، همین تخ 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 نه دیگه، نمیشه. اون وقت مجبورم 2 مرتبه بفرستمشون پایین، ضمن اینکه من به همه توصیه میکنم آقای ستودگان رو باشون صحبت نکنن چون من ادب خودم گفتگو هم رو رعایت گذاشتم نمیکنن. کنار، یعنی واقعا من آره. خودم هم دیگه نمیتونم، تو حرف اون دوتا میپره. رو که سعید گفتی به نظر 2 نفر هستن، اون 2 نفر به نظر کیان؟ مثلا من والا آقای من نقیزاده و محسن راستی رو دوست دارم، به نظرم حتی اگه نظر من باشون مخالف باشه بسیار آدمای مؤدب و محترمیان، اما خب تحلیلگر نیستن دیگه. نه تحلیلگر نیستن، آدم این که با آره آره احترام نکته میگن. نه والا من یکی دقیقا. آقای علمی رو یه آدمی پیدا کردم که بالاخره تو حوزه تحلیل میشه و واقعا اونو میشناسم. یکی هم حقیقتش میتونم بگم آقای آهنگران راجب جمهوری اسلامی نوع انقلابی نیست، ارزشی نیست، اصلا ایراد میگیره به جمهوری اسلامی، ولی تو بحث تئوری جمهوری اسلامی خیلی خوب با تحلیل میتونه ثابت کنه، توضیح بده که لازمه که باشه. من این دوستان دیگر رو ارزشی و انقلابی نمیدونم، به همون اندازه که
شما تو این فضا حالا مثلا آقای نقویان هم کم و بیش بچه آروم و استدلالیه، ولی اونم مثلا مثلا محسن راستی نکته ها رو میاره، نه یک تحلیلی که از نقطه آ به ب برسه. من این بچه ها رو یه بچه هایی میدونم چی میگن با رگ برافراشته، مدل آتیش سرخدای بسیجی و اینجوری نمیشه باشون کار تحلیلی کرد، اصلا نمیشه. فاطمی هم مثلا تو حوزه جمهوری اسلامی بخواد استدلال کنه که نمیکنه، اصلا تو حوزه ها وارد نمیشه، تو حوزه های نظامی و یه سری چیزای اینطوریه. یه کمی هم مثلا تو حوزه های فرض کن بازم میشه گفت نظامی، مثلا توجیه حضور ایران تو منطقه، تو کشورهای دیگه. ولی من علمی و آهنگران رو در واقع در تئوری جمهوری اسلامی تحلیلاشون رو میتونم این آدم ها رو مثلا بذارم روبروی تحلیل کرد. اون بچه های دیگه واقعا اشتباه شما بگی مثلا اینا الان میخوان با تو صحبت کنن راجع به پدیده جمهوری سر سه سوت عصبی میکنن خودشونو میشی، یا اصلا با تو دعوا میکنن. اصلا درست مثل اینکه تو بری با بچه های آتیشی جنبش زن زندگی آزادی صحبت کنی، راجع به تئوری جنبش نمیتونه با تو صحبت کنه. اون مسئلهش اینه که تو بگی جنبش زنده است، جنبش خونه نرفته، جمهوری اسلامی کشته، جمهوری اسلامی کور کرده، اون اصلا دنبال اونه. بنابراین اگر شما میخوای بدونی آیا واقعا اون چیزی که داشتید تو این روم صحبت میکردی، من خواستم به اون برسم، آیا واقعا اون چیزی که شما به عنوان تحقیر، حمله، بولی از بچه های ارزشی میبینی نه سیستماتیکه، نه شما با ارزشی طرفی، شما با آدم پرهیجان طرفی که تو اون طرف دیگه هم میتونی ببینیش. شما از آقای علمی این چیزا رو نمیبینی. وایسا 3 ساعت صحبت کن، اگه رفت فیلم آموزشی زبانتو بیاره، اگه مسخرت کرد، اگه گفت بهت پناهنده، اگه گفت بهت مدرکت فلانه، راجع به جمهوری اسلامی باید تا صبح استدلالی حرف بزنی. این کارا رو نمیکنه. بعدم ما ببین حالا خیلی طولانی حرف زدم، ولی روندی که شما بدونی که از موقعی که شما روم میزنی رفیق دیروزت که افتخار میکردی ازش 4 تا سال کنی، امروز میاد وامیسته میگه کیم کارداشیان زرد پناهنده هیچی نیستیه، روم زرد بیاری که نمیدونم مدرکت دروغ گفتیه، بولی، اصلا دیگه هرچی که بتونه. بعدم بیاد تق 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 این ور اون ور بنویسه 4 تا دختر بخندن. تا دیروز اردوان سیجانی رفیق بسیار وزین راهنماست، داری باش کار میکنی. رومو که زدی آوردی بالا، فالوور رفت بالا، 4 جا گفتن آقای طوفانی، حالا باید بیای به همه ثابت کنی که طوفانی بلد نیست بگه برجام، میگه برجام، نمیدونم آقای کیکی رو بلد نیست، طوفانی پناهنده است، طوفانی دکتراش قلابیه، طوفانی نمیدونم زرده. یعنی تمام زحمتی تو بکشی که حالا این بدبخت 2 تا روم زده، 4 تا آدم اومدن راجع به تایتلش دارن، این فقط به خاطر این نره جلوتر. حالا این مدل، یه مدلشه، مدل آکادمیک داریم، میاد قشنگ استدلال میکنه راجع به اینکه طوفانی غلطه. مدل کوچه بازاریش داریم، مثل کوهیار، مثلا مثل مومو، استاد اونم یه مدلشو داریم. ولی مسئله اینه که هیچ کدوم اینا واقعا دیگه برای کسی که داره
کار میکنه اینجا مسئله جدی نیست، خدافظ، مثلا میذاره پشت سرش. الان من روزی عادت دارم دیگه، مثلا تا از خواب پا میشم یه روم راجع به طوفانی. امروز مثلا الان همین که اومدم توی کلاباس تق 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 مسیج میگم طوفانی نبودی، یکی از فیلم های آموزشی تو گذاشته بودن داشتن مسخرت میکرد. این که برای اون آدم مهم نیست، منتها فکر نکنین که واقعا اون چیزی که شما الان داشت آقای مصطفی صحبت میکرد، این کار رو شما از آقای علمی نمیبینی. مصطفی نمیدونم هست یا رفت، در وزن مثلا آقای آهنگران، علمی، آدم های تحلیلگر نه کم آوردن میبینید، نه بولی میبینید، نه نه تحقیر اینو میبینید. که سعید دقیقا درست میگی. آیه علمی اصلا شأنش عجل از اینی که بخواد اینطوری کنش بکنه و آقای آهنگران هم همچنین. اما الان چون خیلی حرف اردوان شد، من فقط میخوام یه کامنت بذارم وسط حرفات. ببخشید مایکتم قطع کردم. نه تموم اردوان شد. اردوان سیجانی جنسش با اونا متفاوته. ضمن اینکه من خیلی هم دوستش دارم و تو هم دوست دارم، به نظر من هر دوتاتون لازمید. یعنی اون داره توی کار دیگه ای میکنه، شما داری یه کار دیگه ای میکنی. طبیعیه یه وقتایی هم پر کلاهتون به هم دیگه بخوره، ولی حتی حالا جز یه سری از الفاظی که به کار برده میشه، نوع تقابل شما خیلی مهمه. یعنی اینجا بفهمیم که اردوان اگه میخواد با یکی تقابل بکنه چیکار میکنه، سعید طوفانی هم بخواد با یکی تقابل بکنه چیکار میکنه. اما دوئل شما دوتا منو ناراحت نمیکنه. خدا نه آخه دوئلی نیست. ببین علی جون یه دقیقه گوش کن، دوئلی نیست. اردوان اصلا من اینا رو نمیدونستم، من واقعا نمیدونستم، چون نمیگفت به من که من یه بار توی روم اردوان صحبت برندینگ بود، همه بودن مثلا بچه ها میگفتن، بچه هایی که امریکا زندگی میکنن میگفتن در امریکا یه نفر ممکنه برند بشه مثل کیم کارداشیان، باسنش بزرگه، نمیدونم چیه میشه برند. اردوان میگفت برند باید بر اساس ارزش و محتوا برند بشه. بچه های خارج اینو منم شرکت کردم تو این بحث، گفتم خب مثلا گلشیفت فراهانی مدیر برنامهش میگه میخوای یه شبه معروف شی، تو یک دختری هستی از خاورمیانه، همه شاخ در میارن اگه لخ بشی، خب لباس در یه شبه طرف برند میشه. اردوان میگفت این برند نیست، ما میگفتیم در مارکتینگ این برندینگه. بعد صحبت کلاب هاست شد، میگفتیم اسکپتیک بالاخره برنده داره کارشو میکنه، ولی درسته توی بحث محتوایی نمرش بالا نیست، ولی اسمش سر زبونه. داشتیم از این بحثا میشه. چون من ببین اینو بهش میگن بولی، چون من خودم کیم کارداشیان رو دارم اونجا به عنوان یک برند معرفی میکنم، حالا این آدم باید بگه دوستش دیگه، دوست بودیم، حالا دوستش را بیفته تو روما بگه این کیم کارداشیان مرده. ببین کار زشتیه، بالا بری پایین بیای کار قشنگی نیست. و بعد اینا رو بنویسه 4 تا آدم بخندن، دشمنای محتوا تو این فضا، کسانی که تو این فضا همه دارن فوش میدن، آدمایی که دنبال مسخره کردن دیگرانن، مثل مومو، مثل کوهیار، اینا رو بردارن این ور بگن. الان هر جا میرم آقای فرهنگ همین پسره که میاد تو روم اردوان، تا پامو میذارم هشتگ خالی بند کیم کارداشیان. کاریه که اردوان میکنه. کارداشیان نمیذاره دکتر، فقط خالی بند رو میذاره. ما همه با نه هشتگ اسکرین واکنش شات میدیم دارم عزیز، محترمانه نه واقعا. عزیز، خب نه من یه اسکرین شات سوالی دارم. دکتر، یعنی نه به نه همین اجازه نه بده، اجازه بدید واکنششون نوبت نگیره. اجازه بده، آقای اجازه کلبی. شاین یه بده. لحظه آره صبر کن. شاین صبر کن، بذار چشم. صحبت سعید من تموم شه. چیزی که میگم
حتما اسکرین شاتشو میگیرم، یعنی اصلا امکان نداره. بعد برای خود اردوان مثلا میفرست. این ببین اصلا برای من اردوان به عنوان یک رفیق تمام شده. آنفالوش کردم، خدافظ. منتها دارم روند اینو میگم. ببین تا دیروز رفیقته، داره باهات صحبت میکنه، روم خودشو به تو میسپاره، میره میخوابه. تو که روم میزنی یواش یواش میشی 5000 6000 7000 فالوور، تایتل، گروه های مختلف باهات کار میکنن. آقا این نمیدونم مدرکش قلابی، یعنی خود رفیق میشه حالا کسی که بشی سر جاد، نمیدونم مدرکت قلابیه، نمیدونم سعید افتادی رو پناهنده است. تکرار، سعید افتادی رو تکرار. بذار من یه چیزی ببخش. بگم. نه و بذار اینو بگم باشه، چشم. و بگو اینو بگو. بگم میخواستم، اصلا بحث من روند بود، من اصلا روی یه نفر وانستادم. خواستم بهتون بگم میرسه روزی که شما یه تایتل جدی میزنی و داری تو حوزه برانداز و انقلابی و غیره انقلت میاری، داری دست میذاری روی دوگانه هایی که واسه یه طرف مسئله است. امروز من تو نقطه هستم که هر تایتلی که بزنم از زیر دستم تایتل چرت بیرون نمیاد، دست خودم دیگه نیست، یه برندی هم برای خودم احساس میکنم هر مزخرفی رو ننویسم. اون الان من دیگه واقعا دستم به شوخی نمیره، لبم به شوخی سخت باز میشه، نمیتونم. یه آدمایی توقع دارن، یه دفعه اون پایین مثلا میبینم مثلا سروش اومده نشسته، خب من نمیتونم. اون بالا یه دفعه من مینویسم فرض کن آیا براندازی کم شده یا زیاد شده. یه دفعه براندازا میرسن عصبانی، طیفاشون متفاوتن، یکی دوست سابقته، یکی آکادمیکه، یکی کوچه بازاریه، یکی هم محترمه. بجز محترمه که تحلیلگر، باقی فاز تحقیر تو رو ور میدارن. یکی از تو پروفایل چیپ یه چیزی پیدا میکنه، یکی کلمت رو میاره، یکی میگرده ببینه فتحه رو کجا کسره گفتی، یه اسم رو بلد نبودی، یکی برمیگرده میگه نمیدونم کتش زرده، یکی برمیگرده میگه دستمال گردن داره. و شما نباید فکر کنی که این یعنی براندازها، نه، برانداز اون یه دونه است که تحلیلگره. اون میاد رو استیج قشنگ با شما صحبت میکنه، امکان نداره وارد این حوزه بشه. انقلابی هم همینه، ما انقلابی واقعی داریم با شما صحبت میکنه تحلیلی یا هوادار جمهوری اسلامی. گول کسی که بولیتون میکنه نباید بگه انقلابی ها اینجوری هن. اینطوری نیستن. حرف من کلا این بود. ارزم تمام. اجازه هست آقای ممنونم لالانی من ازت. سریع آره بگم یه امیرسام، چیزی؟ فقط بذار من یه نکته رو بگم. اینجا تو این اتاق حالا اسم هر کسی که اومد، من گوشیم هنگ نمیبینم. اگر دوستان میان، اگه اسم کسی اومد میتونه بیاد اینجا صحبت بکنه، البته بجز آقای ستودگان که عرض کردم دقیقاً من مقدماتش رو نداره. جز ایشون بقیه هر کسی که صحبتشون شد میتونن بیان صحبت بکنن. علی من میخواستم حالا دقیقاً اصلا همین من خودم دیسکلیمر طرفدار برم. اجازه حرف زدن با ستودگان بودم، ولی واقعا دیدم نه نمیشه، من یعنی ریمووش من نه ریموو شدنی نیست. یه لحظه من شدنی. یه دیسکلیمر برم. من تمام افرادی که اسمشون رفت شروع کردم براشون نوشتن، تا جایی که میتونستم براشون نوشتم، دعوتشون کردم به اتاق که بیان. از این گوجه سبزی هم که علی بهم دادی گفتم یه گزارش بدم. من 3 تا استفاده ازش کردم، 3 نفر رو ریموو کردم از اتاق. 2 تا اکانت از خانم شکراللهی بود که ریموو کردم، یکی هم سعید ستودگان بود که ریمووشون کردم، چون اینا احتمال رکورد کردن دارن، مجبور بودم ریمووشون کنم. گفتم اطلاع داشته باشین، مسئولیتش با من بود. من عذر میخوام. حالا ممنونم ازت. من خیلی برام رکورد کردنم مهم نیست، چون به نظر من حرفی که حاوی محتوای مجرمانه باشه زده نشده. آقای سودرگانم ریمووش نمی‌کردی، حالا دوستش بشنوه، ولی خب صاحب اختیاری. من با ایشون به هیچ عنوان گفتگویی ندارم. سعیدم علاقه به گفتگو نداره، ولی بقیه دوستان اگه حرفشون شد میتونن بیان صحبت بکنن، حتما کلا بهشون وقت داده مسئولیتش میشه. با من بود دیگه، من این کارو کردم. آره ممنونم ازت که ببخشید. گفتی، چون اتفاقا دیدم یه چند نفر اومدن توی بک چنل بهم گفتن چرا ستودگان رو ریموو کردی، ولی تعطیل آقای کردی. نقویان واقعا یه آدم محترم و دعوت دادم نیومد بالا، دعوت دادم آره، بهش نیومد. اون واقعا، یعنی افشین و سعید ستودگان واقعا قصدشون گفتگو نیست، یعنی نهایتا میخوان شما رو فضای مجازی که کلا ناامنه،
شما میایید ناامن میکنید. یه اکانتی میاد، همین خانم سحر این پایین اسمشو میگم، بیاد بالا، خودش زبون داره، از منم بهتر میتونه حرف بزنه. اینو میگن بیایم جلو 200 نفر 150 نفر بگیم این خانم ناامنه، اکانت فیکه، یا خانم شکراللهی ناامنه. آخه اصلا این درسته؟ این روش صحبت؟ یا آقای طوفانی پناهنده شده، پدر مادرش براش پول میفرستن؟ آخه این درسته؟ بعدش هم آقای سیجانی عزیز که همه رو نقد میکنن، شدن دفترچه راهنمای همه، که البته انشالله به حق 5 تن تو تمام کاراشون موفق شه، 100,000 نفر یه کار رسانه ایشونو بیان بگن که شما رو میبرن زیر سوال. یه کاری که کردن که بنده مثلا بگم آقای اردوان سیجانی این کارو کردن، حالا با این توجه به این که مثلا آقای شمس الواعظین هستن، من ایشون نقدشون رو با آقای سیجانی، با آقای طوفانی هم قبول میکنم. خب من که نکردم، من که نمیشناختم ایشونو، که من فرید مدرسیش هم نمیشناختم. ما کسایی که میشناسیم دیگه خودتون دارید میدونید چه کسایی هستن. حالا ولی از اینی که بیای خودت توی بخوای رسانه‌ای و گنده نشون بدی، ولی در واقع چیزی نباشی و بیای به دیگران بپردازی، بگی پناهنده و اینا، فشار خون من یکی رو میبره بالا و این نشان از بی‌مرامیه. اینو تو روش میگم، تعارفم ندارم. کاری که با آقا رضا کردن، ما تو روم سوشیال میایم، یعنی یه رومیه مثل پارک سر کوچه است، میایم اینجا دور هم میشینیم، حرفای همون میزنیم، آقا رضا میاد، فرزاد میاد، این میاد، اون میاد. ولی از اینی که یه دفعه یه نفر رو برداری ریموو کنی، به یه نفر بیا یه چیزایی بگی، 2 نفر رو بگی ناهم، این به نظر من اصلا درست نیست. من خواستم اینو بگم، حرفم تمام. ولی آقای لالانی، آقای لالانی اینم بذار بهتون بگم، اینی که یه نفر این دیکتاتوری، این حرف جمله آخرمه، این دیکتاتوری، گوجه سبز به یک که نمیدونم دادن بعد ندادن، این چیزایی که آقای اردوان سیجانی میگفت دقیقاً تراوشات همین سیستم دیکتاتوری است که به همه ما رخنه کرده متاسفانه. نه الان به آقای اردوان دیگه، اسم آقای اردوان چون تشریف ندارن، اون موقع خودشون حضور داشتن، اتاق سوشال بود، میتونستن بیان بالا. اما من این نقد رو اجازه بده. آره خودشون رفتن. نه اجازه بده. نه این حرفو بزن امیرسام. آقای طوفانی نصب کن. آقای طوفانی امیرسام داش خیلی آروم، یه لحظه به من اجازه میدی؟ نه من حرفم تموم شد. آقای سیجانی خودش رفت. ببینید بقیه دوستانم امین جان، ببینید یه لحظه آقای لالانی، ببینید یه مشکلی هست، باید با هم توافق کنیم. آقای امیرسام اومده راجع به یک نشون دادن یک فضای ناامن، پیدا کردن خانم شکراللهی، یه خانومی است شوهرش معلوم، کشورش معلوم، یه خانومی است که شما میتونی 3 سوت بهش زنگ بزنی، شما پیدا کردن اصلا شمارش کاری آدم شناخته شده است. تبدیل اون به یک اکانت نامعلوم، سپاه فلان، واسه اینه که احتمالاً یه نفر اینجا، 2 نفر اینجا آدم هست که توی روم تو میاد، تو میخوای پروژه ازش بگیرید، یه کار سوشال میدیایی فلان، باید فکر کنه تو خیلی میدونی این کارا زشته. اینطور نیست. نمیدونم اگر الان که من شماره‌شو داری، اگه شماره خودش و شوهرش داری به من بده، چون که باشه کاری نداره. حرکت فیشینگ انجام داده. ولی صبر کنید، کارو من کردم، فاز سازمانی بر ندارم. حالا من نمیدونم، ببین کاری نداره. یه لحظه اجازه بدید. آرش یه لحظه اجازه بده، امیرحسین هم بگه. بذار امیرحسین هم بگه، صحبت طوفانی تموم شد. ولی حرفم اینه، من الان که میشنوم راجع به خودم پناهنده فلان، میخوام بگم یعنی از همین جنس کارهای مسخره کلاب هاستیه که فاز ور میده. یا مثلا آقای علیرضا مصطفی یه روم برگزار میکنه، ارتباطاتشو داره، از مقامات میاره، از مقامات قبلی میاره، قبل از من بوده، بعد از من هست. من 1-2 تا روم سوشال زدم، ایشون شرکت کرده، تمام همین. حالا یه روم زدیم من زدم به اسم رسانه پروژه بگیری، آقا یه دفعه بهنود اومده، شمس الواعظین اومده، مصطفی اومده، روم شده مثلا 10 تا آدم شاخص
رسانه‌ای این مملکت که معروفن توی توییتر این ور اون ور، به جای این که بیاد اونم شرکت کنه توی این موضوع، چون مسئلهش اینه که طوفانی رومو زده، مبادا این صحنه دیده شه که اون تو روم منه، به جای یه کار نرمال بیاد روم بزنه من زده بودم رسانه فلان 1 تو پرانتز 1، بعد 2، بعد 3 تا اتاق تو 3 روز، عیناً روم بزنه رسانه از دید کاربران اجتماعی تو پرانتز 1 فرداش، بعد بیاد حالا بگه طوفانی چی تو پخش کنه یا نوبت پخش کنه علیرضا مصطفی. این کارا وقتی شما دیدین بدونید از یه جنسه، فرقی نداره با حرفی که پشت سر سحر زده میشه. تازه از منتها خودش هم من سعید میگه که آقای آقای مصطفی طوفانی یه گفته مایک نقطه پخش کنید. بذار. منتها آقای من فرج دنبال جان یه این نقطه‌ای بودم بذاریم. من دنبال این من بودم اون اصلا حرف برای اول چیز رومتون دیگه رو. اومده بودم بالا، برای همین حرفا باشه اومدم بالا، باشه آرش رفتم تو ستودگان. حالا آرش دیگه تو هم آقای بگو. خب اگر آرش بنا تو هم خودت بگین بگو. و یه لحظه فقط به من اجازه میدی؟ بذار من حرفای امیر حسین رو بشنوم، چون کسی که حقوق من فقط عمومی اینو خونده بگم کار برم. میگم یعنی کرده. طول آقا عریض و طویل هی امیرسان پاس میده به طولانی آقا نه من اینو بگم طوفانی هم برم. میده آقا 20 دقیقه فاز است من جواب. پدرخواندگی بر ندارید تو این کلاب هاست. فکر نکنید پدرخوانده رسانه‌ای. تموم اینا شده رو رفت. اگر شجاع بودی میرفتی به خودش میگفتی. این به عدم خودش بذار شجاعت گفتم از اینجا در باید رفت. بری به خودش بگی دیگه. نه به اینجا خودش گفتم. گفتن اگه به نظر میخواست من از بشنوه عدم میشه. شجاعت میاد. حریت داشته باش امیرسام اگر فکر گفتی می‌کنی دیگه، حرفتو ما من شنیدیم دیگه. آدم حالا بذار امیر ترسویی حسین هم بگه. حالا من میخوام فردا ذیل میرم. حقوق ببین عمومی. فرزاد صبر کن با آرشش چی بگم. آرش ریموو میکنه تو روماش، به همین سادگی ریموو میکنه. تموم شده رفت. باشه ممنونم ازت. بذار امیر حسین بگه. من اولا از امیر حسین میگم هر صحبتی که میخواستی بکنی لاش اینم بگون. جون ببین آقا، اگر ما باید هر اکانتی رو باش گفتگو بکنیم یا هیچ اکانتی رو ریموو نکنیم یا نه. ضمن که بذار من یه بار دیگه هم بگم، شفق من اون دفعه هم گفتم با ریموو خانم که ازش اسم آوردی و آقای ستودگان من مخالف بودم، ولی ابداً به آقای ستودگان اجازه نمیدم روی استیجی که من باشم ایشون هم باشه. یعنی اگه بتونم ترک میکنم، اگر خب پس میشه نه سانسورشی. اینوایت نمیدم. خب حالا راجبه میخوام راجبه همین امیر حسین بهم بگه که مثلا ما باید هیتلر رو یا داعش هم باهاشون گفتگو بکنیم یا نه. امیر حسین مایک داری؟ آره سلام. من اتفاقا فقط فعلا میخوام راجع به این حرف بزنم، راجع به مسائل دیگه حالا فعلا صحبتی ندارم، اگه صحبتی باشه که در خدمت. ببین یه چیزی رو ما اشتباه گرفتیم. ببین اون رسانه‌های مکتوب و مطبوعاتن که اگر یک نفر ادعای علیه کسی کرد، یکی که شما صحبت میکنی میگیش 2 تا شریک رو توصیه میکنم، اشتباه میکنی. یه شریک رو توصیه کن، ولی تا دلت بخواد اسکرین شات هست که بچه ها میفرستن و همین الان هم در استیج دیدی ادبیات رو، از اینکه یک شریک بیاد، نه تنها فقط بحث من نبود، بحث همه است. این حرکت برای همه اتفاق میفته. یه روز هم نوبت خودت میشه آرش جان، یا الان هم هست پشت سرت خبر نداری. مثلا این فرهنگ میرشکاری اگه اشتباه نکنم این پایین یک روزی به عنوان بولیگر رومهای اردوان، من و اردوان براش برنامه میریختیم چی کارش کنیم که چجوری باشه. این فاجعه است، امروز این گفتن این حرفا. اینی که اینو می‌خواستی اجازه بده کاری منم بکنی، صحبتم تموم شه، اجازه این بده الان تموم شد. فکر می‌کردم توصیه اجازه من بده. اثر میذاره. نه ممکن شما توصیت به گفتی درد بابا نمیخوره، این کاره نیست. تو توصیه مشکل داری، ضعف توصیه داری. یه روزی اردوان مینوشت فرهنگ خط قرمز منه. میگفتم اردوان نکن، میگفت نه باید به گردشون نفوذ کنم. ببین عزیز، یه آدمی مثل من جنسش اینه اون بالا بشینه فکر کنه، یه تایتل بزنه واسه این مردم، فکر میکنه به زعم خودش داره کار میکنه، مردم رو جمع کنه صحبت کنه، یک خطم راجع به دیگران حرف کنه. یکی دیگه جنسش نقشه و بریم تو این پناهنده است، اون اکانت ناامنه و ترول زیاد شده و یه روم بزنه بشینه اون اونجا اکانت ناامنم تک تک داری و اشتباه میری. همه رو طوفانی سیخ کنه که بیان به رومش. حالا داری تو از نشستی صحنه اینجا، پردازی تو اجازه حدسازی بده. میکنی. ببین آخه با نه تو اجازه نشستی، منم بذار در من جا حرفم هستی، تموم شما شه. فان دادی. من میگم نه این نه نه من بالاخره لطف کردم به مدریتوری دادم، ولی تو نمیتونی
یعنی وا نمیستم تماشا کنم تو در قضاوت منو با اون جنس آدم یکی کنی، توصیه به هر دو عزیز بکنی که شراکت تموم، هر کس کار خودش. من خیلی وقته که کار خودمو میکردم، از اون اولش هم کار خودم بوده. تو باید شهامت داشته باشی، همون چیزی که به امیر سام توصیه میکردی، بری بزنی رو ویف بگی اردوان بیا باهات صحبت دارم. تو باید کار خودتو بکنی، انقدر رو برای اکانت همین ها. اولا که ممنونم از اینکه اینو میگی، ولی بدون که من این کارو میکنم، یعنی کردم همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، اولین کاری که کردم این اگر بود این توصیه رو بردوانم میکردم، نبود در بک چنل این کارو کردم. ببین عزیز من که دیگه من اینجا اومدم اینجا دارم با لالانی صحبت برای میکنم من اصلا اینجا هیچ راجع به خطقه. ببین حرف وقتی من خودش، توصیه روند میکنم، زندگی خودم گفتم به اون بابا به وقتی عنوان من یه توصیه نمونه. میکنم شما مثلا باید از حق ستودگانم چیز بکنی، یعنی دیگه هیچ خط قرمزی برای این حرفا طرف ندارم عزیز. آرش طرف اومده بالا به طوفانی میگه داری خوز اول و چرت میگی با همین لحن، با همین جملات. تا اومده بالا آره، پشت بعد ما سرمایه‌اش میگه شریک خوز اول برابریم. من میگی. هی میگم نه من ببین یه میگم قسمتی، بده ببین اردوان نگو اینا رو فلان و اولا که بخش عظیمی از این دعوا به این سادگی که شما الان اون گفت اصلا خوز اولی دعوا هم ناراحت نیست شد آرش. نیست. نمیذاری آرش، ببخشید خیلی ازت عذر میخوام، مایک تو ببندم، خیلی عذر میخوام. اصلا دعوایی نیست. من برای آقای لالانی دارم روند سعید طوفانی رو میگم. توی این زندگی کلاب هاسی من مثلا یه دونه اردوان بوده، الان یه حمید روحانیه که ازش کمک میگیرم، بهم ارتباط میده به دیگران. مثلا شاید 3 تا آدم نزدیک هست اینجا به من. اگر یه روزی بخواد یکی ازم سوال کنه آقای طوفانی نظرتون راجع به مثلا بولی چیه، قصه خودمو که میگم اشاره میکنم به ایکس و ایگرگ و زد، میشه دوتا. اصلا معنیش نیست من راجع به اون آدم حرف میزنم، دعوایی ندارم. من خیلی وقت اردوان آنفالو خدافظ تمام شده، 2 ماه پیش تمام شده برای من. دیروز دوباره برای من اسکرین شات فرستادن، داره میگه طوفانی کو با اون کتش، طوفانی زرده. تو روم کی؟ تو روم شما آقای آرش. یه روم زدی با امیر با سوری در کلاب جدید اتفاق، موفقم باشی. وسط اون کامنت ها شریک سابق به قول تو داره راجع به رنگ کت من و زردی و نمیدونم کیم کارداشیان مرد کجاست بیاد ببینه ما موفق شدیم کلابمون گرفته و عیناً برای من اسکرین شات فرست. یعنی من اصلا کاری ندارم به کسی تو این فضا. الانم یک چیز دیگه ای رو برای آقای لالانی توضیح میدادم که چطور آدم ها از دوست تبدیل میشن به بولیگر. انقلابی چه مدل انقلابی داریم، برانداز چه مدل داریم. بحث دعوایی در کار نیست. موفق باشه. سیجانی هم عوض نمیشه، همینه، داره با دیگران هم متاسفانه از این کارا میکنه. زن شوهردار با 3 تا بچه اینجا میاد خبر میخونه، یه هویتی داره، باید یه جای دیگه گریه کنه، اشک بریزه که اینا همش معروف ببین شه. اینا ببین تو دیگه فیلم، اکانت ناامن. آخه ببین این بله اکانت ناامنی اون که تو میگی اکانت رو کلاب هاست ناامنه باید تشخیص و بده دیگه، نه ما که بله نمیتونیم. آرش ببین یه لحظه اجازه میدی آرش؟ ببخش. میدیم داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم قبل از آقای سیجانی؟ نه حقیقت من رسیدم دیدم این 2 نفر دارن به قبلش اصلا صورت نمیدونستی نامتعارفی نه؟ نه والا اوکی چون بحث دوئل دیدم اینا نبود. نداشتم که بیام بالا تا دیدم بذار از دوستم اوکی نداشتم مثلا دخالت بکنم. من الانم گفتم بریم، اب نباید نداره، واقعا نه اگه اب بگن نداره. مجبورم جواب بدم آقای لالانی. بریم تو همون حرف میدونم اصلیمون دیگه. منم دقیقا بریم. همینو میخوام. گفت من الان میرم رو بحث اصلی بعد همونو ادامه داد. فکر کنم پس فکر اصل کنم بحث اصلی همین هست. فکر میکنم نه نه که خیر نه بابا. نمیذارم، نه من الان نمیذارم. آرش هر کی چی دیدی بگه. توی من اینجا بک چنلم پره. بابا یه لحظه یه وایسا، موقع یه لحظه مایکتو جا ببند، یه لحظه آرش خواهش میکنم ازت. ببین من اینجا کسانی هستن که توی بک چنل من انواع و اقسام فحش‌های ناموسی رو دادم، من برای اونا اتاق نزدم. بیایم اینجا یه اتاق بزنیم دوئل بنده، اصلا دست شما درد نکنه. کی آقای طوفانی اومده اتاق زده که بیاد برای کسی حرف من بزنه؟ همچین جسارتی نکردم. فکر کردم آره که الانم فکر آقا آقای کردم نه که آرش نه به بیا خیالت راحت. بیا اتفاقا بیا مرور روند کنیم بگذریم. ها اینجوری بگذریم. شده که آره مثل که آرش یه لحظه اجازه میدی نه حرفم تموم شه؟ اجازه بده بگذریم.
نظرت چیه؟ میگذره. آره من تموم. فقط آقا بگذاریم بذار مراقبش گذشته. آرش. تایتل رو من بخونم آقای آره لالانی نه با صبر اجازه. کن آرش فقط مراقبش امیر باش که سام تو امیر سام امیر بابا سوری امیر هر ازش یه سام سوء صبر استفاده کنی که امیر نکنه. میگی. سام امیر ببین سام این رفتار نمیدونم. امیرسان فاجعه است. آرش مراقبات ببخشید دوستان، معذرت میخوام، یه فاجعه است. لحظه اجازه بدید. آرش جان اصلا بحث ما این حرفا نیست که، ول کنید این حرفا رو. اوکی بذارید یه بار تایتل دیگه. آره بریم بگو تو آیه طوفانی، خود تایتل بگو، تایتل. بعد امیر حسین میخواد صحبت کنه. ممنونم. اوکی ما روی یکیش هم میخوایم فوکوس کنیم که زیاد نشه. هواداران جمهوری اسلامی چرا در مقابل تولید محتوا یا روم ها یا اصطلاحاً بهش میگن روم هایی که در مورد اشکالات جمهوری اسلامی زده میشه، چرا به جای اینکه بیان استدلال کنن یا رومایی رو بزنن مثلا معرفی کنن دستاوردهای جمهوری اسلامی رو، چرا فاز تخریب برگزار کنندگان روم ها و شرکت کنندگان رو برمیدارن؟ مثالش هم همین، مثلا سر شب من دیدم دارن میگن این دانشگر فلان، اون سروش فلان، این دکتری که نمیدونم آقای نوری، دکتر نوری که 50 صفحه براش رو گوگل مطلب میاد، نور بخش 50 صفحه براش تو گوگل میاد، اینا میگفتن انقلاب میشه چون نشده افتادید به تکرار. حالا چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ روسیه واقعا رفته با امارات نشسته تو جلسه، بیانیه آخرشون حرف از بردن احتمالی جزایر سگانه به مراجع بین المللی برای بازگشت به امارات. حالا اومده مثلا طرف روم زده داره راجع به این بحث میکنه، اون به جای اینکه روم بزنه بگه این جزایر تکون نمیخورن به این دلیل یا مثلا روسیه شریک بدیه، به جای اینکه کار بکنه اومده داره مثلا دوست بعدی بفرمایید. بخواستم آقای طوفانی از شما چی شد تشکر کنم. رفتی؟ آقای نذاشتیم لالانی پشت سرت حرف بزنن طبق فرمولت، نه نذاشتیم. نه من اصلا کسی که در معرض قرار خب میگیره در حضور یا عدم حضورش میشه در رابطه باهاش حرف زد. مرس مونتا حالا من عرضم افتادیم رو این بود غلطک که آرش تایتل. تولد آرش تلپاسیک مبارک باشه. سلامت باشین، مبارک سلامت از باشین، سال به مبارک. این سال سلامت همیشه باشین. حرف در بزنیم معیت برامون. شما یک سالگیمون رو بسیار کریده آرش بله. یه انجام چیزی بهت میدیم. بگم. یه آرش اولا بهت تبریک میگم، بعد تازه بحث داره میفته رو غلطک. آره. خواهش میکنم ازت که این بحث رو از دایره‌ای که دوست داریم ادامه پیدا کنه خارج نکن. نه دیگه آرش نمیدونم چه ناراحت جوری بهت نمیشه، بگم. ریموو هم نه بشه امروز ناراحت نمیشه. من تولدشه. حله. آره نه من آره اه، اینو آقای طوفانی آرش این میگه میخواستم قضیه از راهکار رو حضورتون من یه مرخص چی بشم. بگم. ببینید بفرمایید همین خانم. نقد فضای موجود توسط کسایی که به هر حال قبلا پیشینه های شناخته شده ای داشتن، من فکر میکنم که نقدش خودش مفید و موثره. همیشه ما نباید منتظر یک راهکار، یه لقمه آماده باشیم، یه راهکاری از پیش تعیین شده باشیم، چون بعضی وقتا حتی خود اون کسی که داره وضعیت موجود رو داره تلاش میکنه حفظ میکنه خودش هیچ ایده ای نداره، هیچ راهکاری نداره که مثلا الان من چیکار کنم، چجوری این وضع رو حفظ کنم. بنابراین اپوزیسیون هم بعضی اوقات، یا اپوزیسیون یا منتقد هم بعضی اوقات نمیتونه راهکار بده و از کجا بدونه راهکاری که داره میده درسته غلطه یا روژین اصلا جان ببخشید، این راهکاری که من من میگم فقط قبل از اصلا اینکه اوکی. ادامه بدیم میخواستم خداحافظی بکنم از اینکه تو نرو همه آرش دوستان یه که سوال بودن. دارم ازت. آرش هم نرو یه عمایی خاطره سوال دارم. اهداب وایسا منم باید نرو کار دارم عمایی چکشکاری، اهداب. نرو آرش نه چکشکاری آرش. میخوام سوال بهتون منو ماها رو جواب بده بکنم. بعد برو. نرو تو اون چشم شرکت دیگه، بفرم بمون تو این شرکت. سوال هستم اجازه میدی من سوالمو هستم بکنم بفرم. از آرش که بعد بله بخواد آقا بره. رضا بله هستم، بعد از پاسخ به شما رضا من میام. بفرم. نکتمو بگم بعد تو بگی سوالتو آره بپرس. رضا، نه بذار بابا نه آیا من حمید رضا صحبتشو بکنه بعد شما سوالتون رو بپرس. ببین روژین جان، مثلا آقای علوی، من حرف از راهکار میزنم یا آقای آهنگران، بالاخره اینا ارتباطاتی با سیستم حکومت دارن، حرفشون یه جایی با مثلا 2 تا واسطه 3 تا واسطه خریدار داره، به گوش میرسه. حرف آقای طوفانی شاید به گوش نرسه، حرف آقای امیرسام به گوش نرسه، اما اینها یه بخشی از حاکمیت یه گوش شنوایی رو براش قائل هستن که میتونن وقتی راهکار بده، قاعدتاً
به این باور رسیده که میتونه یه تغییری یه حرکتی انجام بده، میره دنبالش. اما اینا دقیقاً توی این نقطه که میرسن، راهکار رو با یه نمیدونم واقعا منم با شما موافقم ولی حالا همینه که هست و ما باید خدا رو بالاخره واسطه قرار بدیم و اهل بیت رو واسطه که انشالله وضعیت بهتر بشه، میگذرونن میره. چرا؟ چون اون موقعی که راهکار بده این آقا، اون وقت توقع ازش میره آقا تو که این سمتی صدای این وریا رو میشنوی و اون طرف هم باید خوبن و میدونن که تو آدم بی‌غرضی هستی و میدونن که تو جبهشون هستی، خب حالا یه حرکتی بزن. خب وقتی قرار حرکت بزنه، آقای علوی باید از خودش هزینه کنه، آقای آهنگران باید از خودش هزینه کنه. وقتی از خودش هزینه نمیکنه یعنی چی؟ یعنی آقا این انقدر ارزش نداره که من بخوام کارتای خودم رو برای اینجا یا برای مردم بسوزونم. یک کلمه، تمام. خیلی خوب، مرسی. بریم دوستان بعد. روم شلوغ شد دیگه، پس سیستم نوبتی میریم با بذار من کامنت یه گیری سوال دیگه. آیه طوفانی اجازه بگید، میدن سوالم رو بکنم از آرش که میخواد بره؟ بفرمایید. بله، سلام میکنم آرش جان. عرض به حضورت که تو گفتگو به نظر من راحت ترین پوزیشنی که آدم میتونه وایسته پوزیشن اپوزیشنه. خیلی راحت همیشه حمله میکنه دیگه، سوال میکنه، دفاع نمیکنه. حالا شما فرمودی دستگاه اخلاقی، یعنی داشتی از دستگاه اخلاقی صحبت میکردی که داره کسی که اینجا فاندره رضا یه باید چیزی دفاع بگم. بکنه. نه اجازه بده من تموم رضا کنم. اجازه بده من تموم آخه من کنم. نمیخوام این ادامه پیدا نه بکنه. اصلا ببین یه من چیزی اصلا بگم. تو اون یه قضیه لحظه ما نمیرم. کلی آرش اصلا من تو زور اون زدیم. نه آرش لالانی یه جان، لحظه اصلا من تو وایسا. اون قضیه ما نمیرم. کلی زور زدیم، بحث رو از اونجا نمیرم فاصله لالانی، بدیم. اصلا من نمیرم تو اون قضیه. اصلا فقط تو دستگاه اخلاقی که دقیقاً لومپنم تو این قضیه میگنجه صحبت میکنم. دقیقاً من صحبتم الان برمیگردونم به آقای طوفانی. خیلی راحت باشه اگر به من اعتماد داری لطفا. به ببین، آقای طوفانی هم نمیخوام برگردونم. نه به بحث اینه که همین چرا صحبت طرف آقای مقابل میره رو طوفانی، گفتمانش کار میکنه، این نه طرفیه نه. گفتمان لومپنیزم الان من میخوام بیارم. اصلا دقیقاً میخوام همینو بیارم. یعنی اصلا صحبت همین سوالیه که آقای طوفانی کرد که چرا بعضیا به اشخاص میپردازن تا به گفتگو. صحبت اینه دیگه، درست میگم؟ من سوالم نه بله بله، تقریبا ولی همینه. بیشتر از حوزه بچهای الان تو این روم، بچههایی که خودشونو حامی جمهوری اسلامی میدونن، نه. چرا حالا فقط که اونا نیستن که هر کسی که لومپنه این کارو داره میکنه دیگه. یعنی کلا چون که گفتگو نداره خب پس برمیگرده شما فقط گزاره به افراد میزنه اولت اینه که فرد باید لومپن باشه تا این کارو باشه که بکنه. این این میشه کارو بکنه. اولین بله، فکتت. اولین فرد. دقیقا. حالا اینو شما داشته باش. سوال من از ایشون اینه، ایشون از دستگاه اخلاقی صحبت کرد. حالا من سوالم از ایشون اینه که آیا خودت به این دستگاه اخلاقی باور داری؟ آیا روش عکس میکنی یا فقط بله ایمان معذرت دارم خواهی بهش. میکنی؟ نه نه آره. ایمان نداری. اگه ایمان داشتم، این آقای شفق ایمان داشت، دید که فاندر روم دوست نداشت، خب رفت پایین، خودش رو از مدیریتوری در آورد. این آدمیه که از خودش ایده داره، به خودش احترام میذاره. خب ولی آیا شما الان اگر شما اعتقاد داری به این حرفی که داری میزنی، به این دستگاه اخلاقی اعتقاد داری، باید با افرادی که دیروز تو رو شستنت، گذاشتنت کنار، هنوز خوش نشدی، دیگه نباید باشون تو جایی باشی که جفتتون با هم مدیریتور باشید، به خصوص جایی که شما فاندری. اگر می بودی یعنی این که شما فقط بلدی معذرت خواهی کنی، کار دیگه بلد نیستی بکنی. اونا لومپنن. میدونی چرا؟ چون که حرفی واسه گفتن جز ریموو کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن. حالا خیلی از این افرادی هم که داریم میبینی، من یه دفعه دیگه به دوستای دیگه هم گفته بودم که شما لومپن چکت خاموشه عزیز من. شما میذاری خیلی حرف بزنن، خیلی دیگر نمیذاری حرف بزنن. چرا؟ برای اینکه اونا فقط بولیگرن. حالا چه سودی ازش داری، چی کار میکنی، من نمیدونم چی کار داری میکنی، ولی لومپن چکت خاموشه دیگه. حالا شما مواظب باش که تو دستگاه اخلاقی اکتم بکن. مرسی عزیز من. ممنون. ممنونم آقا رضا. من پاسخی ندارم به این، برای اینکه نه با هیچ آرشون، کدوم پاسخ ندادی. آره برای اینکه هیچ کدوم از این پیش‌فرض‌ها رو من نمیپذیرم. ضمنی که قبلا توضیح دادم اینا رو با آقا رضا، فقط بسیار چون دوست داشتم بسیار. که نقدشون رو بکنم بشنوم و احترام بذارم من بهشون. فقط یه من با نکته میگم و اجازهتون بریم. بله بله میخوام میدونم واقعا گرفتارین. بله بله، اگر اجازه حتما. بدین خیلی ممنون آقای بله طوفانی، امیر حسین زنده جان، باش. آقای نازنین و دیگر دوستان بابت اینکه به من اجازه دادید صحبت کنم. خدا نگهدار. بله.
من فقط دوست داشتم یه بار به شفقم اینو بگم که واقعا کارمند سپاه، کارمند وزارت اطلاعات، عضو گروه مجاهدین، اینا اسمشون اکانت خطرناکی نیست. اینا اکانت هایی که منظومه فکری طرف با شما فرق میکنه. اکانت زده و کارش اینطوری باید شناخته نشه. این معنیش اکانت خطرناک نیست. اکانت خطرناک اکانت دیگه ایه، کارش یه چیز دیگه است. اکانت خطرناک یعنی مثلا چه میدونم وارنا میاد رومای ما رو به هم میریزه، نه اینکه یکی با ما فرق داره مجبور خودش رو پنهان کنه پشت یه اکانت تا بتونه لابلای حرفی بزنه، میترسه ریمووش کنم. این خطرناکه. اینو گفتم چون شفق یه نکته ای رو گفت تو صحبتاش. بگذاریم. خب بریم. آقای نوبری خوش اومدین. خانم سحر، خانم به به، خانم نراقی اومدن. بسیار بسیاریشون بله از دوستان خلاصه روزنامه نگار هستن. خب خانم روژین صحبت کردن، امیرسام فکر میکنم صحبت کردن، خانم نراقی من هستن. خانم نراقی شنونده هستم. عزیزی، خانم نراقی پرسشی که تو روم میچرخه رو به جهت پراکندگویی به شما کوتاه بگم. دوستان میگن که طیف هوادار جمهوری اسلامی خلاصه در مواجهه با تایتل هایی که دغدغه شهروندانه، به جای اینکه تایتل خودش رو داشته باشه حتی زودتر بزنه کار محتوایی بکنه، شخصیت های در حال صحبت رو یعنی اکانت ها رو تحقیر میکنه، میزنه. ولی با این تبصره که من اضافه میکنم، ممکنه هم شما ها مخالف باشین، اینا همه هواداران جمهوری اسلامی نیستن. اینا یک گروهی هن که من بهشون میگم گروه آتش به اختیارا. اون گروه تحلیلگر جمهوری اسلامی واقعا اینطوری هم نیستن. ولی خب نظر منه. خانم نراقی بفرمایید. سلام و عرض ادب خانم آقایون، خیلی ارادت دارم آقای طوفانی، آقای نوبری و دوستان. اتفاقا من میخواستم پیرو شنیدم من صحبت دوستان و چند نفر آخر رو، اتفاقا میخواستم بحثم از همینجا شروع کنم، از فرمایشی که شما بهش اشاره کردین شروع کنم و برسم به تایتلتون. و نکته این که دقیقاً باید بین این افراد تقسیم بندی داشته باشیم. یعنی چند تا اسم برده شد، مثلا یک کسی مثل آقای آهنگران یک رو اصلا مثلا یه طیفه، یکی مثل آقای سعید ستودگان یه جای دیگه ای از ماجرا وایستاده. اینها رو به هیچ عنوان به نظر من نباید با هم توی یک کاتگوری قرار داد. این موضوع اولی که من زمین تا آسمون اینها رو جدا از هم می‌بینم. تحلیلگر و کنشگر و روزنامه نگارش رو هم باید از هم جدا کرد. اما دو تا نکته که من میخوام یکیشو تو ماجرای رسانه‌ای بهتون بگم. ببین آقای طوفانی، یه واقعیتی در مجازی هم حالا اتفاق افتاده، ولی در واقعیت سالهاست که وجود داره. روزنامه نگاری و رسانه در ایران اگر که صدا و سیما رو ازش جدا کنید، واقعیتش اینه که در طیف اصولگراها، یعنی اصولگراها از بعد از اواخر آقای روحانی، از اواسط آقای روحانی به این فکر افتادن که آقا رسانه مکتوب رو جدی بگیرن و رو خودشون کار کردن و یه ذره بولد شدن، یک ذره. اما یه واقعیتی که وجود داره اینه که رسانه، کارکرد رسانه واقعی بین بچه‌های اصولگرا اصلا جا نیفتاده. اصولگراها از ابتدا اینو ارزش گذاری نمی‌کنم، یعنی خب اینجوری واقعیتش اینه. اصولگراها از ابتدا موضعشون درباره رسانه همین ماجرای سفیدشوییه و در واقع یه جور بولتن نویسیه. عمده مشکلاتی هم که الان ما بخشیشو در فضای حالا کلاب هاوس و مجازی میبینیم از اینجا نشأت میگیره. بدشانسی ما کجا بود؟ اون جایی بود که کلاب هاوس ظهورش همزمان شد با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا. یعنی من فکر میکنم اگر زمانی که کلاب هاوس مثل الان بولد بود، دوره‌ای بود که یک کسی مثل روحانی
یا یک اصلاح طلب دیگه رئیس جمهور بود، اتفاقا همه چیز خیلی درست‌تر پیش میرفت و آدم‌ها آموزش می‌دیدن. چرا؟ چون من 20 سال روزنامه‌نگارم، روزنامه‌های اصلاح طلب بودم، در مهمترین روزنامه‌های مملکتم کار کردم. من تازه اینو میفهمم که این بچه‌های اصولگرا درک غلطی از رسانه دارن. اینها فکر میکنن باید بیان وایسن راجع به هر انتقادی گارد بگیرن، در حالی که من روزنامه نگار اصلا فهمم از رسانه اینه. برای من مهم نیست. من در هر روزنامه اصلاح طلبی که کار کردم در 8 سالی که آقای روحانی بوده، همه گزارش‌های ما هست. ما انتقاد میکنیم چون کارکرد رسانه اینه. ببین شما صبح از خواب پا نمیشی بگی که به به این بازار مجتمع تجاری چارسو هنوز سر جاشه، پس من برم یه گزارش بنویسم. نه خب این کارو نمی‌کنی، چون بازار باید سر جاش باشه. شما زمانی میری گزارش تهیه می‌کنی که متروپول فرو میریزه. ولی دوستان رسانه‌ای اینوری فکر می‌کنن اگر که داری به این موضوع میپردازی داری دولت رو تخریب می‌کنی. مثلا من درباره این ماجرای قدیر خیلی جالب بود که توی یه رومی با آقای مبین ما داشتیم نقد می‌کردیم و انقدر یکی دو تا از این بچه‌ها که البته میگم اینا رسانه‌ای هم نیستن و همون قشری ان که شما به درستی بهشون اشاره کردین، یک جوری با الفاظ بدی من رو مورد خطاب قرار دادن که من اونجا فهمیدم ببین من رسانه‌ای واقعی برام مهم نیست که پیروز حناچی الان اونجا نشسته یا زاکانی. من نفس اون اتفاقا رو میبینم، ولی این کار کرده درباره این دوستان جواب نمیده. حالا برای اینکه طولانی نشه از این میگذرم. نکته آخر این که در این حالا پیوستش بدم به حرف قبلی، در این ماجراها اون دسته ای از دوستان خودجوشی که چون ببین کدوم رسانه‌ای، چند تا رسانه‌ای حتی اصولگرای واقعی وجود داره، همه به خودشون میگن فعال رسانه، ولی ما که باور نکنیم بریم اسمشون تو گوگل سرچ کنیم، خدا رو شکر یه چیزی به اسم گوگل هنوز وجود داره که اسم آدما رو سرچ می‌کنیم معلوم میشه که از کجا ظهور کرده. دوستان انقدر در موضع تقابل شده زمین دعوا که کی پیروزه و کی بازنده است. مثلا یه نمونهشو که من به دوست بزرگوارم نقد دارم میخوام بگم، از دستشون دیگه رها شده. مثلا دیروز توی یک رومی که جناب آقای ستودگان عزیز و دوستانشون بودن، مثلا صحبت این شد که آقا یه خبر خوب، یکی اومد گفت یه خبر خوب، توماج صالحی حکمش مثلا از اعدام به 6 سال زندان و فلان و اینا تقلیل پیدا کرده و به عنوان یه خبر خوب. به پشتوانه‌اش چون یه دعوایی بین ستودگان و رایان عباس داده شده بود، آقای ستودگان اومد مایکشو باز کرد، خندید، تمسخرآمیز گفتش که بچه‌ها میگن توماج صالحی هنوز داره اعتراف میکنه. بهش گفتن که آقا حکمتو صادر کردیم، هنوز داره اعتراف میکنه. این یه تلنگری بود به من که ببین چقدر وقتی تو فضای برنده شدن و دعوایی حتی نمیتونی سر اصول خودت وایسی. من اگر جای سعید ستودگان بودم و برچسب بچه انقلابی داشتم، می اومدم از این ماجرا به عنوان یک دستاوردی که حالا نظام مطبوعم، دولت مطبوعم تدارک ده استفاده می‌کردم، نه اینکه دوباره بیام به خشم مردم دامن بزنم. چرا این کارو می‌کنی؟ یه اتفاق خوبی افتاده که دستگاه قضایی اومده رأفت اسلامی به خرج داده، حکم یه زندانی که به هر حال خیلی روش فوکوس بوده رو تقلیل داده. تو میتونی از این فضای استفاده مثبت کنی، ولی تمام ذهنشون چون درگیر این تقابل است، به نظر من اصلا دیگه این چیزها رو نمیتونن ببینن، فقط میخوان همدیگر رو تو موضع بازنده و برنده تعیین کنن. ببخشید خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. نه خواهش میکنم. اتفاقا آقای نوبری هم اینجاست، ایشون در هر صورت نظرش به ماندن جمهوری اسلامیه، ولی تولید محتوای ویدیویی میکنه و با اکثر طیف‌های مختلف اصلا داره کار مصاحبه ویدیویی میکنه. همین الان اتفاقشون مثال خوبی است از کسی که ساعتها باهاش صحبت کنی استدلال میاره، ولی هرگز مثلا من ندیدم که به شما وارد اون فاز تحقیر بشه. و این نکتهتون خوب بود. من خودم حقیقتش رومای این 6-7 نفر خب میرفتم، اعتقاد داشتم باید بی‌طرف باشم و با همه صحبت کنم، ولی متوجه شدم در واقع
از جایی که مثلا بی‌طرفیم اینطوری نیست که فقط در مورد جمهوری اسلامی بی‌طرف باشم. من در مورد براندازم بی‌طرفم. یه دفعه مثلا متوجه شدن نه این مثلا سمت ما نمیاد، همین چیزی که شما میگین رو شروع کردن. من دیدم مثلا چون گفتید یه چیزی دیدید براتون مسجل شد، برای منم از همونجا مسجل شد. با من با تحلیلگر انقلابی طرف نیست. خب آقای خانم ببخشید من آقای یه سحر موردی شما رو بخواستم به آقای در جواب خانم نراقی بگم. خانم نراقی، در این فضای فعلی بهتر شما خیلی مطمئن به عمل کرده حالا طیف رسانه‌ای اصلاح طلب نباشید که به عینه ما امروز شاهد دور و گوهرافشانی یکی از افراد در این طیف بودیم و اصلا به نظرم در این روی این استیج که کارهای بسیار بی اخلاقی ما از یکی از افرادی که از پروژه از خودش طیف شما دریافت میکنن شاهدش بودیم. اصلا در جایگاهی نیست که شما بخواید، نمیگم طیف انقلابی کار درستن، نه، من میدونم طیف انقلابی اشتباهات خاص خودشونو دارن و من مدعی دفاع از اونها نیستم، ولی طیف خواستم اینو محدوده رو مشخص کنم که طیف شما فکر نکنم کار درست و اخلاقی انجام داده باشن. من روزی که اومدم در این فضا عدم آشنایی من به این فضا وجود داشت و این عکسی که الان شاهدش هستید رو روی صفحم گذشت و من وارد اتاق این آقایی شدم، اسم نمیبرم فقط بدونن، وارد اتاق این آقایی شدم که الان امروز اومدن روی این استیج بدترین و بی اخلاق اصلا اخلاق در این وجود این فرد اگر وجود داشت یعنی سهر حرکت خانم یه چیزی آقای بگم، لالانی خانم امام یه لطفاً چیزی من بگم. حرفمو بزنم. ایشون منو مجبور به این کردند که من عکس خودمو نذارم با ایجاد ترس، با بیان این که به من میگفتن که اگر شما به خاطر اینکه میدونه من آدم صادقی ام، من در یکی از بهترین دانشگاه این کشور درس خوندم، برای ادعا هم اگر فرد مطمئن باشه اینو برای فرد میارم. اینکه آدم برای 2000 پول بیاد رو دوش یک دختر هموطنش که در داخل کشوره سوار بشه، اون فضا رو اونقدر برای این سیاه و تاریک و ترسناک بکنه که این فرد بترسه از این که حرف بزنه، این کار اسمش کار رسانه‌ای نیست. این من خانم شما رو منظورم، اتفاقا من به شما احترام قائلم، به عنوان یک خانم خوش. آقای لالانی اگر شما به اون آقا اجازه دادید بدترین و بی اخلاقانه ترین حرفا رو به من منتسب کنن روی استیج شما، چرا این حقو برای من قائل نیست که از خودم دفاع کنم؟ این آدم نه از خودتون دفاع بکنید نه خب خانم بکنین، امام، ولی دیگه اجازه مثلا یه بدین. بار دیگه نه شما آخه کل یه جریان رو اجازه بدین، کل یه جریان اصلاح طلب رو امروز اومد به من این اتهامات رو روی این استیج وارد خب اجازه بدید. شما دارید میگید جریان خانم، اولا که انقلابی و غیر انقلابی رو من اصلا نمیفهمم یعنی چی. راجع به جریان اصولگرا و اصلاح طلب صحبت شد و اینکه حالا یه نفری اجازه بدید من حرفم تموم بشه. یعنی خانم امام به من یعنی اجازه نمیدید من حرفم تموم بشه خانم امام. و حالا یه نفری که ای بابا مودریتورش کردی، باز فضا براش ایجاد کردی، هر اتهامی رو به من بزن بدونی که من حاضرم رو نزده. اصلا آقای که مودریتور بود به شما اشاره نکرد، کاملا اشتباه گرفت. سهر جان ایشون به شما که اشاره ای نکردن. مشتی از خروار بشنویم، اصلا نه اشاره به کسی داره، نه یه مشتی از خروار داره، در واقع فضایی رو داره توصیف کنه. آره من اسم اون آقا رو نبردم ولی این آقا اسم منو تو این فضا برد. آقای نه سهر جان ببین اسم گوش کن من بگم اشتباه گرفتید. اون آدم در دنیای واقعی بابا اسم یه نفر دیگر رو آورد خانم سهر باید اون چیزی که من میگم و تو بشنوی. ببین من شنیدم حرفای ایشون آقای، لطفاً بذارید من حرفامو بزنم و تو نمیذارم اگه گوش ندی نه گوش کن پروموت کردن خودشون. ایشون در جایگاهی نیستن که بیان به دیگران نسبت خلاف بدن. من داخل این کشور دارم. سهر خانم گوش کن عزیز، این دعوایی که شما داری الان میکنی باید با اون آدم یک جایی که نوبت همدیگه است بکنی. اون ایشون چی گفت؟ نه خیلی آقای طوفانی، من دارم حرف میزنم. شما نمیتونید منو ساکت کنید آقای طوفانی. چرا میتونم؟ بدقیقه گوش کن. من نمیخوام تو رو ساکت کنم. ببینید ایشون پرونده سازی برای من کردن برای اینکه منو مجبور کنم به اینکه منتسب بکنم به کدوم گروهکی. من عموی من خانم سحر یه لحظه من کمکت بکنم. خانم سحر یه لحظه اجازه میدی به من؟
یه لحظه اجازه بدی. اون آقایی رو که دارید میگید اتاق